دروغ این ریاض، این تزویر، این رقبازیه. خب این مردم روز 21 بهمن اینا از مصر داشتن حمایت میکردن. حالا شما چطور شد به این فکر افتادید؟ و اونم 4 تا آدم شاخ شکسته رو باید بیارید تو خیابون، ایجاد ناراحتی بکنید، چند نفر رو بکشید، چند نفر رو مجروح بکنید که چی؟ که بخواد چیکار بکنید؟ نمیفهمید عاقبتش چیه؟ نمیفهمید مردم دیگه به شما نظر خوبی ندارن، نفرینتون میکنن. دوستان هم هی درخواست میکنن برای محاکمه، اونا یه مصلحت اندیشی قوه قضاییه باید مصلحت اندیشی بکنه، ولی یه کاری که قوه قضاییه میتونه و من خیال میکنم در اندیشه از چه بکنه اینه که اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون رو قطع کنه. در خونه اینا باید بسته بشه، رفت آمدها باید محدود بشه، نتونن پیام بدن، نتونن پیام بگیرن، تلفنشون باید قطع بشه، اینترنتشون باید قطع بشه، تو خونه خودشون زندانی بشن. این پیام نداره برای آمریکایی‌ها که بی خودتون دردسر ندید، بی خود برای ما زحمت تولید نکنید، شما در این مملکت جایگاه ندارید، نه خودتون نه مهره هاتون. آیه سوالان بر پایه همین نگاهی که بود، من میخوام که به جایگاه حاکمیت بریم و از دید حاکمیت موضوع رو بررسی بکنیم. به دنبال چه میگشته است حاکمیت برای حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و آیا به اون دستاوردها دست پیدا کرد یا نه؟ ما برگردیم به یک صحبت آیه میرحسین که عملاً حاکمیت ولایت فقیه و خامنه‌ای